ترم دوم دانشگاه بودم که با یه دختری به اسم نفیسه توی یکی از واحدایی که برداشته بودم دوست شدم. نفیسه دختر خوبی بود و اونم مثل من تک دختر بود. همیشه هر جا می رفتیم با هم بودیم. کم کم ارتباط ما خیلی قوی تر شد و حتی رفت آمد خانوادگی هم داشتیم. گاهی اوقات من شب خونه پیش نفیسه میموندم، اونم همینطور بعضی اوقات میومد خونه ما میموند. کم کم مثل خواهرم شده بود. رفت آمدهای خانوادگی ما هم بیشتر شده بود. پدر مادرم خیلی نفیسه رو دوست داشتن. همیشه مادرم میگفت اگه من پسری داشتم حتما نفیسه عروسم میشد. ولی خب من برادر خواهری نداشتم. یه مدت که گذشت توی این رفت آمدهای خانوادگیمون برادر وسطی نفیسه که اسمش امین بود به من ابراز علاقه کرد و به هم گفتش که از من خوشش میاد. من خیلی معذب شده بودم چون تا حالا پسری به من نگفته بود که من از تو خوشم میاد. یعنی من اونجور آدمی نبودم که بخوام با پسری دیگه لاس بزنم یا حرفایی بزنم که بخواد این منظور رو به هم برسونه. امین و نفیسه یه برادر بزرگتر داشتن به اسم امیر ازدواج کرده بود تقریبا 2-3 سالی و هیچ بچه‌ای نداشت و طبقه بالای خونه پدر مادر نفیسه زندگی میکردن. خونه نفیسه اینا 3 طبقه بود و طبقه آخر امیر زندگی میکرد و طبقه وسط رو گفته بودن اگر امین ازدواج کنه بیاد و پیش خودمون بمونه و طبقه وسط میتونه بشینه. طبقه اول هم که خود نفیسه و پدر مادرش زندگی میکردن. اون روزی که به من امین ابراز علاقه کرد من خب خیلی معذب شده بودم و یه جورایی حیایی که داشتم نشد بهش بگم که منم از تو خوشم میاد. آخه امین یه پسر سر به زیر و خیلی مهربون بود که خیلی اوقات حتی به نفیسه تو درساش کمک میکرد، به من کمک میکرد و همین باعث شده بودش که خیلی ازش خوشم بیاد. تو اون مدت من و نفیسه تقریبا 2 سال شده بود که با هم دوست بودیم و من در جریان همه زندگیش بودم، برادرشو میشناختم و کلا خانواده خیلی خوبی بودم. یه روز نفیسه به من گفتش که امین بهش گفته من از ستاره خوشم میاد و اگه میشه تو راضیش کن که با من بیاد بیرون. ولی من به نفیسه گفتم که نه، من نمیتونم با امین برم بیرون و اگر قرار اتفاقی بیفته خانواده هامون در جریان باشن خیلی بهتره. نفیسه اینو به امین گفته بود و یه شب دیدم که مادر امین زنگ زد به مادرم و گفت که ما میخوایم برای ستاره بیایم خواستگاری. مادرم بهم گفت و با پدرم در جریان گذاشت و یه شب رو معین کردن تا بیان خواستگاری. شب خواستگاری که امین اومده بود یه کت و شلوار مشکی و یه تیشرت سفید تنش بود که واقعا قشنگ شده بود. کلا مرد جذابی بود. نسبت به برادرش امیر قیافه بهتری داشت و خیلی بهتر صحبت میکرد. اون شب خواستگاری امین اومد و ما رفتیم توی اتاق با هم صحبت همونو کردیم، ولی من همون شب جواب مثبت رو ندادم. به مادرم گفتم که یه مدت بگذره و اگر میشه ما یه مدت آشنا باشیم با هم، چون من هیچ وقت با امین بیرون نرفتم و خیلی قشنگ نمیشناسمش. پدر مادرم مخالفت نکردن، گفتن مشکلی نداره، میتونی با امیر چند جلسه بریم بیرون تا همدیگر بهتر بشناسید. بیرون رفتنای ما شروع شد و روزای خیلی خوبی بود. امین منو خیلی دوست داشت و تقریبا تفاوت من و امیر 4 سال بود. به خاطر همین خیلی منو درک میکرد. کلا کارهایی که یک مرد انجام میده و دل یه زن رو به دست میاره اون انجام میداد، در حین حال که خیلی چرب زبون بود و خیلی خوب میتونست با حرفاش منو قانع کنه. بالاخره بعد 2 ماه بیرون رفتن و همدیگه رو دیدن جواب مثبت دادم و ما عقد کردیم. وقتی عقد کردیم قرار شد که وقتی درسم تموم شد ازدواج کنیم و امین هم که سربازی نرفته بود چون اون درس میخوند، تقریبا 1 سال اون هم رفت سربازی و 1 سال هم طول کشید درس من تمام شه و ما حدود 1 سال و 8 ماه توی عقد بودیم و دیگه قرار شد ازدواج کنیم. توی همین مابین بود که خبر اومدش برادر امین توی یک تصادف جونش از دست داده. ما کارتای عروسی رو گرفته بودیم و تالار هم رزرو کرده بودیم، ولی این خبر خیلی بهمون ضربه بدی وارد کرد و اینکه خیلی دلم برای زن امیر میسوخت چون زنش سنی نداشت و توی جوونی بیوه شده بود. خیلی گریه میکرد روز ختم و من واقعا ناراحت بودم. عروسی ما هم عقب افتاد تا یه مدت بگذر و حداقل سال امیر رو بدن و بعد ما عروسی کنیم. منم مشکلی نداشتم، بالاخره درکشون میکردم. توی این مدت زن امیر بیشتر پیش پدر مادر امیر بود
و پیش اونا میموند. یعنی اونا ازش میخواستن که خونه خودش تنها نمونه و بره پایین پیششون بمونه. همین زندگی کردن زن امیر با پدر شوهر مادر شوهر باعث شده بودش که ارتباط بهتری با نفیسه و امین پیدا کنه و این خیلی منو اذیت میکرد، مخصوصا بعدا که متوجه یه سری چیزها شده بودم. راهله دختر خوبی بود نسبت به من که حالا خیلی خورده با حجابتر و با حیاتر بودم. اون نه، اینطوری نبود. حتی بعضی اوقات توی جمع اون موقعی که امیر زنده بود شوخی هایی میکرد با امین که من دوست نداشتم و همین باعث شده بود که بعضی اوقات ازش دلخور بشم که چجوری به خودش جرأت میده با شوهر من این شوخی ها رو میکنه. بالاخره سال امیر رو دادن و ما قرار عروسی رو دوباره گذاشتیم و البته بگم اون خونه دیگه بدون امیر رنگ و بویی نداشت و راهله هم نمیدونم چرا پیش خانوادهش بر نمیگشت و اصرار داشت که تو خونه تنها زندگی کنه حداقل تا مدتی. گذشت و ما عروسی رو گرفتیم و رفتیم طبقه دوم، جواز من رو چیندیم و خیلی روزای خوبی بود. من حس خیلی خوبی داشتم. من و امین روز به روز به هم بیشتر وابسته می شدیم، بیشتر دوستش داشتم، بیشتر درکش میکردم و دوست داشتم که زودتر با هم بریم زیر یه سقف. 3-4 ماه از زندگی مشترکمون که گذشته بود خیلی روزای خوبی بود. بعضی اوقات حتی ما راهله هم صدا میکردیم میومد پایین و با هم غذا میخوردیم. یه جورایی دلم براش میسوخت. امین هم همین، ولی همین دلسوزی بیجا کار دستم داد. یه شب که راهله خالش خیلی خوب نبود منو صدا کرد و گفتش که بیا بالا. بهش گفتم که من کار دارم، الان به امین بهش میگم اگه کاری داری بیاد واسط انجام بده. گفت باش. من شروع کردم تو آشپزخونه کارامو انجام دادن. امین رفت پیش راهله. وقتی اومد بهش گفتم که راهله چی گفته؟ گفت هیچی، حالش خوب نبوده، داشته با هم درد و دل میکرد و حرف میزده. این درد و دل کردنشون بیشتر شد و یه جوری شد که هر شب امین میرفت بالا و با راهله درد و دل میکردن. من بعضی اوقات خوشم نمیومد که چرا هر شب شوهر من باید بره پیش راهله و اون باهاش درد و دل کنه. یه مدت که گذشت من دیدم که امین یه رفتاره از خودش نشون میده، مثل روزای اول با من نمیگه، نمیخنده، وقت نمیگذرونه و همش میگه که راهله تنهاست، راهله شام نخورده، راهله فلان نکرده و من خیلی حرصم میگرفت. مادر من مریض شده بود و من برای اینکه به اونا سر بزنم به امین گفتم که من تقریبا 2 روز میرم خونه پدرم میمونم، چون که مادرم مریض شده نمیتونه کار خونه انجام بده، من چند روز پیششون باشم. امینم مخالفت نکرد، اتفاقا خیلی هم خوشحال شد و گفت برو بهشون سر بزن، اصلا وظیفه تو بهشون سر بزنی. و منم رفتم خونه پدرم و 2 روز اونجا موندم. وقتی برگشتم متوجه یه سری تغییرات توی امین شدم. مثلا خیلی با گوشی صحبت میکرد، خیلی پیام میداد و هر وقت بهش میگفتم کیه میگفت دوستمه و حتی بعضی اوقات هم پرخاشگر شده و تا یه چیز بهش میگفتم با هم دعوا میکرد. یه 2 ماهی به همین صورت گذشت و خیلی عصبانی و اصلا زندگیمون اصلا خوب نبود. اونم بعضی اوقات که از من ناراحت میشد دعوامون میشد میگفت من میرم پیش راهله، میرفت پیش اون و چند ساعت بود و حالا آرومتر میشد برمیگشت و میخواب 2 صبح میرفت سر کار. و بعد یه مدت متوجه شدم که راهله اصلا کلا فرق کرده دیگه. اون آدم افسرده گذشته نیست، به خودش میرسه، تیپ میزنه. گفتم حتما با کسی رفیق شد و به خاطر همینه. و هرچی هم بهش میگفتم راهله خب برو خونه پدر مادرت اونجا بمون تنهایی، میگفت نه من همینجا خیلی راحت ترم و پدر شوهر مادر شوهرم من باش کاری نداشتم. تا اینکه یه شب رفتم سر گوشی شوهرم و دیدم بله راهله مدام به شوهرم پیام میده، زنگ میزنه و حتی و حرفایی بینشون رد و بدل میشد که اصلا خوشایند نبود. حتی اون 2 شب که من خونه پدرم رفته بودم دیدم در مورد اون شبم صحبت کردن و امین بهش گفت آره اون شب خیلی شب خوبی بود، تو برام یه شب رویایی و ساختی و کلی از این حرفا. من شک کرده بودم که همسرم امکان داره که با راهله تو رابطه رفته باشه، ولی فکر نمی کردم تا این حد پیش رفته باشن. اون شب تمام رویاهای من به باد رفته بود و چیزی جز خیانت آیدم نشده بود.
بهم خیانت کرد، اعتمادم رو از بین برد. الان دنبال کارهای طلاقم و میخوام ثابت کنم که بهم خیانت کرده. میگه مهریت رو ببخش طلاقت میدم، ولی نمیخوام این کارو کنم و تا آخرش میرم و تا قرون آخر مهریه‌مو میخوام ازش بگیرم به خاطر خیانتی که در حقم کرد. این داستان زندگی من نبود. ممنونم که تا آخر این داستان با من همراه بودین. یادتون نره لایک کنین، سابسکرایب کنین و ازم حمایت کنین تا کانالم بیشتر دیده بشه. ممنون که در کنارمین. دوستتون دارم.